عزیزان من، همیشه به یاد خدا باشید پیش از آن که مرگ ما و شما را غافلگیر کند. بازگشتی به خدا کنید، نمازاتان در وقتش ادا کنید، زیرا انسان عاجز است، انسان ضعیف است، در چنگال مرگ استادگری کرده نمیتواند. انسانهای زیبایی را میدانم و میشناختم و میدیدم که با آن زیبایی، با آن حسن، با آن پهلوانی آخر در قبضه مرگ اسیر شدند. آخر لباس زیباشان مبدل به کفن شد، آخر مرکبای تیز رفتار و مرسدس و جیپاشان مبدل به تابوت شد، خانه های بلند قبتشان مبدل به لحد شد، دیوان های ملایمشان مبدل به خاک خنک شد، فرزندان دوست روی که شیرینشان یتیم شد، مال و ثروتی با محنت جمع کردهشان از آن مردم شد. اما افسوس که همه حساب و جواب در گردن اوست.